از پیام آبی به ایران و ایرانی. سلام، حالتون چطوره؟ الان تقریبا 6 ماهه که کمپین پیام آبی شروع به کار کرده. نتیجهش چی بوده توی این مدت؟ پیام‌های دلگرم کننده بیشمار، ابراز علاقه‌مندی به همکاری از سمت شما و خب از اینجور پیام‌ها هم کم نگرفتیم. خیلی از این دغدغه‌ها برای اون دسته از افرادی که با ما تماس برقرار میکنن برطرف میشه. ولی بیاید یه نگاهی بندازیم به یه سری از این پیام‌ها که خالی از لطف نیست. یکی از پرتکرارترین سوال‌ها که با لحن‌های مختلف از ما پرسیده میشه این هست که ما ایمیلمون رو برای شما ارسال کردیم ولی هنوز جوابی نگرفتیم. معمولا شما تا 72 ساعت بعد از قرار دادن ایمیلتون در لیست از طرف همکاران ما یک ایمیل دریافت میکنید. این ایمیل حاوی دستورالعملی هست تا به شما کمک کنه از هویت ما مطمئن بشید. اگر به هر علت این ایمیل رو دریافت نکردید، خواهش میکنیم اسپمتون رو چک کنید و یا اینکه مجددا ایمیل رو برای ما بفرستید. ممکن هست بار اول خطای تایپی داشته بوده باشید. نکته خیلی مهم این هست که بدونید ادامه همکاری بعد از این مرحله تنها در صورتی برای ما اولویت داره که افراد در مراکز خاص مشغول باشند و یا اینکه چنین افرادی رو بشناسند. در این مقطع زمانی ممکن هست نتونیم به درخواست‌های دیگه با سرعت بالا پاسخ بدیم. میگن اسرائیل برای استخدام آگهی نمیده و از وبسایت‌های رسمی باید باهاشون ارتباط برقرار کرد. این نکته بسیار مهمیه که این دوستمون و خیلی دیگه از شما عزیزان بهش اشاره کردید. چرا ما با این روش داریم از کارمندان مراکز مهم دعوت میکنیم؟ متاسفانه نمیتونیم تمامی دلایل رو برای این کار بیان کنیم. بعضی دلایل فنی هستن و مربوط به محدودیت‌های پلتفرم‌های تبلیغاتی برای استخدام‌های این چنینی. ولی خب دلایل دیگری هم هست که مسائل امنیتی مربوط هستن. ما از این طریق فقط یک راه ساده و جایگزین رو فراهم کردیم. اما باید بگیم که اگر قصد ارتباط دارید و از راه پیشنهادی ما استقبال نکردید، ما هم از شما دعوت می‌کنیم که از وبسایت‌های رسمی این کار رو انجام بدید. نتیجه برای ما کاملا یکسانه. منتظر شما هستیم. برای آینده‌ای زیبا، برای مردممون، برای ایران.